سر رای ما قرار میگیرم. یک لحظه خانم برای آینده ما یک ضربه است همچو اشاره خانم همچو دنیا کارایی به خاطر خیر خانم روز ما دنیا کمک است اما سبای ما خانم را دنیا خراب میکنه. خانم دنیا من یک چیزی بهتون بگم. اه، من محمد رضا احمدی تو 22 سالگی تو یک دنیای حقیقی زندگی میکردم، دنیایی که از بایدها و نبایدها شکل گرفته. اون موقع انتظارم از دنیا چجوری بود که خب دولت باید برای من شغل ایجاد کنه، دولت باید برای من مسکن تأمین کنه، دولت باید آزادی های من رو محدود نکنه. بایدها و نبایدها بود. مشکل اون دنیا این بود که وقتی یک بایدی اتفاق نمی افتاد به شدت ضربه روحی میخوردم، به شدت کاراییمو از دست میدادم. تو طول 10 سال تجربه‌ای که کسب کردم اینه که ما یه دنیای حقیقی داریم، یه دنیای واقعی. دنیای حقیقی دنیاییه که از باید و نباید تشکیل شده، ولی دنیای حقیقی از هست و نیست تشکیل شده. من الان نگاه میکنم میبینم که خب من نیاز به پول دارم، مراجعه میکنم به دولت، دولت میگه نیست، این پولی که تو میخوای پیش ما نیست. دنبال دلیلش نمیگردم، من دنبال هست و نیستش میگردم، من دنبال هدفم. من یه پولی نیاز دارم، میرم پیش دولت. خب فکر میکنم که دولت وظیفه ذاتیش این هست که کمک بکنه به صنعتی شدن. میرم از دولت میخوام من اینقدر پول نیاز دارم، پروپوزالمو پیش میکنم و دولت به من نمیده و دلیل میاره که نیست. من اون موقع ناراحت نمیشم، اون موقع نمیام بگم که دولت تو باید بدی یا نباید بدی. من با هست و نیست میرم، نمیگم دولت باید به من پول بدی، میگم دولت به من پول داری بدی یا نه. میگه ندارم. جمع میکنم میرم پیش مردم، میگم مردم به من پول دارید بدید یا ندید. حتی اگه مردم به من پول نمیدادن من هیچ موقع بد مردم رو نمیگفتم. من میومدم پیش مردم پیش میکردم مردم این پروپوزال منه، به من پول دارید بدید یا ندارید. میگم الان که گفتن داریم، گرفتم و کارم شده. چطوری میتونیم آزادیمون رو به دست بیاریم؟ چطوری میتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم؟ این که واقع بین باشیم، بیایم نگاه کنیم ببینیم که خب من نیاز به کمک دارم، از جامعه جهانی میخوام. چطوری میخوام؟ با تظاهرات. از جامعه جهانی میخوام که جامعه جهانی تو به من کمک کن. جامعه جهانی کمک نمیکنه. ما از اون دید باید و نبایدی که داریم، از اون دنیای حقیقی و فانتزی که برای خودمون درست میکنیم، میگیم خب جامعه جهانی باید به ما کمک کنه، پس ما منتظر میشینیم اینا میان کمک میکنن دیگه. چند سال منتظر نشستیم بهمون کمک نمیکنن. این دید باید و نباید فقط زمان ما رو میگیره، جوونی ما رو میگیره. من تا 22 سالگی تقریبا میدیدم که پدرم از یک طرف دعا میکنه میخواد که نجات پیدا کنیم، مادرم از یک طرف دیگه دعا میکنه که میخواد نجات پیدا کنیم، و من 22 سال زندگیم، خب شاید 5 سالش یادم نمیاد، 17 سال دیگه نشستم و نگاه میکنم که خب ببینم چی میشه. 17 سال تمام کمک از هیچ جایی نیومد. من از 22 سالگی شروع کردم، 5 سال رفتم داخل یه بیابونی، شروع کردم پول جمع کردن، درس خوندن و کار یاد گرفتن. اومدم افغانستان، شبکه روابطمو گسترش دادم، شریک گرفتم. 5 سال دیگه هم تلاش کردیم و رسیدیم به این موتر. 10 ساله که من باید و نبایدی نمیگم، همه هست و نیست، انتظاری از کسی ندارم و ما رسیدیم به این نقطه که تا 10 روز آینده ما همسایه دکان بنز، بی ام دبلیو، فراری، لامبورگینی، کسایی که 118 ساله دارن موتر تولید میکنن، ما 5 ساله که داریم تولید میکنیم. من میگم آزادیتون رو میخواید، منم آزادی میخوام. بیایید تا با هم کمک بکنیم، ولی لازمش اینه که در وهله اول دیدمون رو واقعی بکنیم از وقایع رو همونطوری که هست ببینیم، نه اونطوری که فکر میکنیم باید باشه. بله من باید آزاد باشم. کنوانسیون حقوق بشر 2500 سال پیش تصدیق کرده که من باید آزاد باشم، ولی آزاد نیستیم. چی کار بکنم؟ بیام بگم که کنوانسیون ژنو رو نشون بدم، بگم کنوانسیون ژنو یا سازمان ملل گفته من باید آزاد بشم، دنیا بیا منو آزاد کن؟ اینطوری کار نمیکنه. این دنیا بعضی موقع با سر اسلحه کار میکنه، بعضی موقع با صلح کار میکنه، بعضی موقع با مکر کار میکنه، بعضی موقع با سیاست کار میکنه. یه هزار پا رو میگن که هزار پا رو نمیدونم چی میگن، هزار پا رو میگن که چرا 2 تا سر داری 2 طرفه میری؟ میگه که روزگار رو دیده. محمد رضا احمدی بودن خیلی سخته خانم دنیا،
و یک چیزی که باید در بارش صحبت نمیشه این است که موفق باشه انجینیر انجینیر صاحب صاحب عزیز. آمده هدف ما به چالش انجینیر صاحب کشیدن آمده شما بود. نه 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 هدف ما اجازه کشیدن حرفایی بود که مردم بسیار فکر سوال بود کنم بعد از همین ذهنشان. خوشدار ما و اگر شما زشت جنگای گفتیم تیک تاکی یا داشته باشیم قوی یک چیز گپ زدیم، دیگه خود هدف اجازه می بود نداره که گپ ده. نیت اینه که شما با واسطه حرف زشت ما بیرو شوه، تاثیرگذار باشه سر کمک دوستایتان. خدا کنه که ممنون که روزی میپرسی. که مادر او هدف من داریم برسین، از هدف رسیدن هدف شما ما هم خوشحال میشیم، افتخار هستیم. شجاعتی که من تو عزیز شما میبینم خانم دنیا، من تو مادرم میبینم. من نتیجه تربیت یک همچین شیرزناییم. مادر من هیچ موقع ظلم رو نپذیرفت و موقعی که من میومدم افغانستان به من اینطور نگفت که من پولی که من داشتم میتونستم خیلی راحت بیام تا اروپا. همون سال 2014 که همه میومدن از ایران، دوستای من با 1-2 میلیون تومن میرسیدن، یک هفته بعدش از آلمان سلامی میزدن که بیادرم ما رسیدیم آلمان. معیشت کده رفته یه هفته ای میرسیدن آلمان. من اون موقع مفته مردم میرفتن آلمان، من کل پولم رو جمع کردم اومدم افغانستان. و موقعی که با مادرم خداحافظی میکردم اینطور نبود که مادرم پسرم برو آلمان که نمیدونم آبت گرم باشه نونت سرد، ببخشید آبت سرد نونت گرم. هیچ موقع اینو بهم نگفت. فقط یه نصیحت به من کرد، گفت که بچم این همه مردم توف میکنن داخل دستمال، 10 تا گری میزنن داخل تاقچه نگه میدارن که یک روزی ممکنه که این توف، این آب دهانم به کار بیاد. توف به هیچ کاری نمیاد، بندازش رو زمین و رد شو برو. این همه مردم داخل ایران کارگری میکنن، پول رو جمع میکنن، توفشون رو هم حتی جمع میکنن، گرد و خاک خونهشون رو هم جمع میکنن، همین ناخونشون رو هم جمع میکنن، ذخیره میکنن، پسنداز میکنن که این یک روزی به کار میاد. ذخیره رو سگ میخوره بچم. ذخیره نکن. پولی که الان جمع کردی برو تو مملکتت، برو بزن یه کاری بکن، یا ای طرفی کن یا او طرفی بکن. هیچ موقع مادر من به من همین شجاعتی که من الان تو وجود شما میبینم که چیزی که فکر میکنین درسته خیلی شجاعانه میگین، من همچی شیرزنی رو تو قالب مادرم دیدم و من واقعا تحسین میکنم. خواهش ما میکنم. باید شجاعت رو تمرین بکنیم، ما باید دموکراسی رو تمرین بکنیم، ما باید آزادی بیان، آزادی تفکر. الان توی این لایومون شما کاملا آزادی بیان دارین، مهمتر از اون آزادی تفکر دارین، شجاعانه میتونین حرفتون رو بزنین. امروز روز شما سنگر آزادی بیان رو گرفتین تو اروپا، ولی منی که میبینین اینجا، من اینجا مریض دارم. بله. یک چیز بله. انجینیر صاحب من صحبت اینجا کنم. مریض دارم، این مادر مریض مانده پیش من و دکتران میگن لاعلاجه، ولی چه کنم که مادرمه، چی کنم؟ من با رو امید پیش برین، میشه انشالله بخیر، همه ممنون چیز خوب ممنون، میشه. متشکرم شما می که انجینیر صاحب عزیز یک چیز است مثبت که فکر میکنین، با امید دنیای پیش عزیز میرین، که از هدف پیش میرین، خانم موفق خیلی باشین. شجاعی است در مجازی و ما آمدیم روی افتخارات امشب جشن میگیریم روی که یک کسی آمده یک چیز ساخته، یک چیزی را که در مجازی صحبت نمیشه روی چیز که گیفت است و حمایت مردم است. روی چیز باید صحبت کنیم. اگر مردم آمده روی یک هدف مشخص حمایت میکنن انجینیر صاحب، من افتخار میکنم به اون مردم که میان کسایی که حداقل یک هدف دارن، یک پروتکل، یک پلان نسبت به ای که همین گیفت های مردم در کجا مصرف میشه اینا دارن. و من دوست دارم که تمام تیک تاکرها بخیل نباشن و بیان در جاهایی که افتخارات ملی ماست، جاهایی که مشترکات داریم، بیایم کار کنیم، روی هم رفته دست به دست بتیم. ما کم میبینیم در کم لایفا اتفاق اقوام میبینیم، ما در کم لایفا همبستگی را میبینیم، در کم لایفا تعصب میبینیم، ولی وقتی انجینیر صاحب میای کلگی دست به دست میته حمایت میکنه، نه دلیل تعصبات است، نه دلیل ای که چی هست، ای که اسمش یا فامیلیش چی بوده یا چی نبوده، اینا مهم نیست. مهم کاری است که اینا برای ما انجام داده و دوست دارم تمام مردمم روی جاهای پایبانن، جاهای را حداقل